کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 20 فوریه سال 2024 ساعت 9:24 وقت محلی در کیلومتر 285 روی موشنگرد دوشنبه کولاب دروازه خاروغ که از قلمرو دیای یخچسار جماعت دیات نولوند نویه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذارد ریزش سنگ به قید گرفته شد. این آفت طبیعی باعث مسدود شدن راه شده است. در جای حادثه کارمندان خدمات راه نویه با جلب تکنیک مخصوص فعالیت دارند. کمیته حالات فوق‌العاده اخیراً با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داد که کم 24 فوریه سال 2024 در نویه‌های کوهستانی تابع مرکز، قسمت جنوبی قطارکوه‌های ایسار و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان همچنین در راه‌های دوشنبه خوجند خطر فرو ریختن ترمه و سنگریز بلند باقی میماند. کمیته حالات فوق‌العاده در این رابطه با وجود خطر احتمالی لغزش ترمه و ریزش سنگ در راه‌ها بار دیگر از مردم خواست که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. از رانندگان نیز خواسته شده است که به ویژه هنگام حرکت با راه‌های کوهستانی از حد اکثر احتیاط کار گرفته قاعده‌های حرکت در راه از جمله سرعت و فاصله را قطعاً رعایت کنند.